چه بر ما گذشت، بچه‌ها چه کشیدن، میدانی تو؟ در طول همه این روزها فقط میخواستم تو را ببینم و این حرفا را به تو بزنم. از تو بپرسم راستی دلت برای ما نسوخته بود؟ برای بچه‌هایت، برای پسرهایت، برای دخترانت اصلا قشنگ میگه که اونایی که قرار برن ویلاهای پولدارا رو بسوزونن یا چی خراب کردن رفتن گفتن فرصت نمیخواد روشن. خیلی نکات بسیار شده هم نگاه فلسفی هم از نوع زبانش برای چیزه. من میگم وقتی داستان مدرن منظور همونه که نگاه مدرن همه محسوس به ذهن. خب شرمنده من نگاه شما نظر خودمون رو بدیم و نظر خودمون رو سعی نکنیم تحمیل کنیم به نویسنده و به نویسنده هم نگوییم چگونه بنویس چگونه ننویسیم. خیلی مهم است. یعنی احترامی است که ما حداقل احترامی است که ما به یک نویسنده